با سلام خدمت فالوورای عزیزم. در ادامه معرفی قطعات و تجهیزات داخل لباسشویی به این قطعه میرسیم که نامش هیدروستاته. هیدروستات کارش اینه که آب ورودی به دیگ رو کنترل میکنه. یعنی اینکه زمانی که فرمان داده میشه به شیربرقی و دیگ شروع به آبگیری میکنه، وقتی به حد نرمال آبگیری برسه، این قطعه به شیربرقی فرمان داده و آب ورودی به دیگ رو قطع میکنه و در موقع نیاز به آب مجددا فرمان باز شدن میده و آب به دیگ ورود پیدا میکنه و قابل تنظیم میشه. مقدار آب ورودی قابل تنظیمه. از روی خود این قطعه همونطور که مشاهده میکنید این دوتا قسمت برای تنظیم مقدار ورودی آب به مخزن هست. امیدوارم که از این آموزش بهره لازم رو برده باشید. از اینکه ما رو حمایت میکنید و لایک و سابسکرایب میکنید متشکرم. با حمایت شما آموزش های بیشتری رو در اختیار شما قرار میدم و امیدوارم که بتونید کارهای خودتون رو در خونه خودتون تا حدودی انجام بدید.